از جانب متخصصان مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستاندارت شهر ترسونزاده جهت تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری درباره حمایت حقوق استعمالکنندگان با مقصد به تنظیم درآوردن مناسبت‌های بین استعمالکنندگان و استحصالکنندگان، فروشندگان هنگام فروش مال، حفظ حقوق استعمالکنندگان و پیشگیری از واردشوی محصولات پس‌صفت به بازارهای استعمالی منطقه که برای سلامتی و حیات استعمالکننده خطرناک است، کارهای معین را به انجام رساندند. مرکز تشخیصی منطقوی شهر ترسونزاده با مقامات حفظ حقوق و صاحبکاران در سمت تامین رعایت سندهای معیاری حقوقی صحوی در منطقه همکاری می‌نماید. از طرف ناظران دولتی مرکز از نقطه‌های سودا، مغازه و بازارهای منطقه یعنی شهر ترسونزاده، شهر حصار و ناحیه شهر نو در 3 ماه آخر سال جاری محصولات صفتا پس و مهلت استعمالیشان گذشته به مبلغ 15555 سومون آشکار و مصادره کرده شد. درباره محصولات پس‌صفت جمع آوری شده دیرکتور مرکز تشخیصی منطقوی در شهر ترسونزاده میرعلی‌زاده پولاد شیرعلی تاثیراتش را چنین بیان نمود. مرکز تشخیصی منطقوی شهر ترسونزاده اوید به طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمالکنندگان درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری یک قطار سنجش‌ها برده شدند که از معاملات محصولات غیر استانداردی مهلت استعمالیشان گذشته محصولات پس‌صفت مصادره کرده شدند که به حجم 670 کیلوگرم محصولات گوناگون و 360 لیتر نوشاکی سالخین کننده، 175 عدد لامپای تفسون، 75 عدد بازیچه‌های کودکانه گوناگون مصادره کرده شد. امروز کارمندان مرکز تشخیصی منطقه شهر ترسونزاده در فعالیت صاحبکاری فعالیتشان گوناگون کارهای فرماندهی اوید به حمایت حقوق استعمالکنندگان، اوید به بلند برداشتن معرفت فروشندگان، اجرا کنندگان، استعمال کنندگان کارهای معین را به سامان رسانده ایستادند. باید قید نمود که مرکز از اول سال روان به مبلغ 28480 سومانی محصولات غیر استانداردی و خطرناک یعنی محصولات گوناگون خوراکواری به مقدار 14182 کیلوگرم، نوشاکی‌های غیر اسپرتی 769 لیتر، بازیچه‌های کودکانه استحصال جمهوری چین و لامپ‌های برقی تفسون به مقدار 260 عدد دریافت نموده. محصولات از معاملات گرفته شده طبق سندهای نیست و نابودسازی کمیسیون دولتی محصولات قسماً به کارخانه پرنده پروری ناحیه شهر نو برای غذای پرنده و قسماً برای نیست و نابودکنی به پرتابگاه قرقسای شهر ترسونزاده روانه کرده شدند. ناگفته نماند که نسبت صاحبکارانی که به حقوق ویرانکنی ماموری راه دادن در اساس طلبات‌های کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان در 307 حالت پرونده ماموری آغاز کرده شده به مبلغ 75600 سومانی جریمه بندی کرده شدند. صابر جان سعیدов، سیفالدین ابراهیمov، شهر ترسونزاده، جهان‌نما.